خبری فوری: نیلا ابراهیمی دختر نوجوان افغان در سازمان ملل راه یافته است. او گفته من در هر شرایطی از حقوق زنان افغانستان دفاع میکنم. در ادامه بیشتر میبینیم. یک دختر افغان در جمع رهبران جوان 2025 سازمان ملل قرار گرفت. نیلا ابراهیمی دختر نوجوان افغان در میان 17 رهبر جوان سال 2025 سازمان ملل برای اهداف توسعه پایدار قرار گرفته است. دفتر جوانان سازمان ملل اعلام کرده که این افراد از میان بیش از 33,000 درخواست از 150 کشور جهان انتخاب شده‌اند. نیلا ابراهیمی که سال گذشته جایزه بین المللی صلح کودکان را دریافت کرده بود، گفت در 2 سال آینده با سازمان ملل همکاری خواهد کرد تا صدای دختران افغان را به گوش جهانیان برساند. او در یادداشتی نوشت که با روایتگری و همکاری با نهادهای بین المللی برای توانمندسازی دختران و زنان تلاش خواهد کرد. سازمان ملل از او به عنوان مدافع آموزش دختران و بنیانگذار سازمان داستان او یاد کرده است. دختری که امروز نماد امید، آموزش و مقاومت زنان افغانستان در جهان به شمار می رود.